درونگراها تو قیافن همش، بعد 99% افسردن، مریضن. یک درونگرا اگر با تو حرف نمیزنه با تو حال نمیکنه، اصلا با هر کسی حال نمیکنه. اینقدر اینا احساسات قوی دارن از نظر فرکانسی، متوجه میشن وقتی یک آدمی باشون حرف میزنه در چه سطحی. رفیق بازی نمیکنن، عموما تنها هستن، دنبال راضی کردن همه نیستن. رفیقای خیلی خوبی هستن. یعنی با هیچ که حال نمیکنه، با یکی رفیق بشه تا تهش باش میمونه. مسائل رو از زوایایی میبینه و آنالیز میکنه که اصلا تو توان فکریشو نداری. در ادبیات، شعر و هنر اینا بسیار آدمای موفقی هستن. معمولا آدمهای درونگرا حرف نمیزنن، ولی اگر حرف بزنن فن بیان خیلی خوبی. هر کشور سازنده یه چه چیزیه. واکسن انگلیس، تلفن اسکاتلند، اینترنت آمریکا، خودرو آلمان، دینامیت سوئد، کاغذ چین، ساعت مصر، هواپیما آمریکا، ایموجی ها ژاپن، شطرنج هند، پلاستیک بلژیک، عینک ایتالیا، چای چین و اما کشور خودمون ایران منشور حقوق بشر، قنات، استرلاب، الکل، پادزهر، بانکداری، پست، دریانوردی، شیشه، هنر مینیاتوری، فرش بافی، تخت نرد، آسیاب بادی، یخچال، باتری و چشم مصنوعی. حالا شما بگید این همه خدمت ایران به بشر لایق لایک هست یا نه؟ کسی که شوخی میکنه نه فقط یه چیزایی رو میدونه، خیلی زاره میدونه. اونی که شوخی نمیکنه خیلی جدی گرفته قضیه رو، هم نفهمیده خبری. اونی که شوخی میکنه حداقلش اینه که از من بیشتر فهمیده که خبری نیست. این یک جمله طلاییه ها واقعا.